آری من زنم، همان مهتاب در تاریکی شب. من زنم، سفیر عشق بر روی زمین، قدرت ژرف و شگرف جهان. من برکت روی زمین هستم. من همانم که اگر در رودی از اشک مرا گود کنند دوباره شناور می شوم. همانی که سیم‌های بران توان مقابله با چشم‌های بادامیم را ندارند. آری زنم، مادرم، خواهرم، همسرم و باز هم در آخر منم. من انقلابم، من آزادیم، من روحم، من جسمم. پس مرا نمیتوانی با خشونت، با لگد و با فریاد محصور کنی. برخواهم خواست و انقلاب خواهم کرد. گاهی مهربان ترین موجود هستی است، یعنی مادر. زنگاهی عزیزترین موجود هستی است، یعنی خواهر. و گاهی این زن قشنگترین و زیباترین موجود هستی می شود، یعنی همسر. کسانی که تبعیض بین زن و مرد قائل می شود چگونه جایگاه بزرگ زن را درک کرده نمی تواند. می‌شناسم که در یک گوشه خانه سرود عشق می‌خواند. بله، امروز 25 نوامبر است، روز حذف خشونت علیه زن. ما هم به نوبه خودم این روز را گرامی می‌دارم. زنان نیم از یک پیکر جامعه هستند. بدون شک ظلم و ستم در حق آنها و خشونت علیه آنها یک جرم نابخشودنی است. ای که مردانگی را در خشونت، شادی را در هرزگی، دزدی را در زرنگی و دروغ و ریا را در زندگی خود پیشه کند، هرگز روی آزادی و تمدن را نخواهد دید. و متاسفانه فعلا ما هم در همچون یک جامعه زندگی میکنیم و بناهن برای رفع همچون یک معضل باید در مقابل خشونت سکوت نکنیم، بی تفاوت نباشیم و هیچ زنی را وادار نکنیم که خشونت را بپذیرند و حتی در کنار زنان باید دوش و دوش اونها مبارزه بکنیم و خشونت علیه زن را بالاخره محو کنیم. نه به خشونت. خشونت علیه زنان اهانت به مادران است. زن هستم، دختر هستم، خواهر هستم. من حق زندگی آری از خشونت را دارم. بیایید به خشونت علیه زنان نبگوییم. خاموش نباش، صدایت را بلند کن. راوی شجاعت باش، نه بدون ترس. ما دیگر قربانی نخواهیم بود. ما پهلوی هم قدرتمند هستیم. ما به خود باور داریم. میدانیم که زنان فقط با توانمندسازی خود میتوانند که از این خشونت جلوگیری کنند. پس بیایید با کار کردن روی استعدادهای خود در مبارزه با منع خشونت علیه زنان پیروز شویم. آزاد را از بند خویش زنجیر را باور نکن. اکنون زمان زندگی است، تأخیری را باور نکن. بیایید به خشونت علیه زنان نبگوییم. Stop violence against women.